از اونجایی که کار کریتوس توی دنیای نورس تموم شده، گمان زنی‌های زیادی برای مقصد بعدی این سری محبوب وجود داره. توی خود بازی به مصر، ژاپن، هند، آستک و سلتی اشاره‌ای شده، ولی به خدایان مصر و سنتاشون بیشتر از همه توجه شده و برای همین طرفدارا حدس میزنن که مصر مقصد بعدی کریتوسه. تو این ویدیو قرار چند تا از اشاره‌های خود بازی به خدایان مصر رو به شما نشون بدیم. اولین مورد توی بازی گاد آف وار 2018 دیده میشه که میمیر دیالوگی رو میگه که شامل این جملات میشه: من قلمروهایی رو دیدم که خدایان اونجا سر حیوانات رو داشتن، مثل شاهین و شغال، موجوداتی خردمند ولی ترسناک. اینجا رسما داره به هوروس و آنوبیس که دوتا از خدایان مصر هستن اشاره میکنه که سرهایی به شکل شغال و شاهین و بدنهای انسانی دارن. مورد دوم توی کتاب رسمی آرت آف گاد آف وار وجود داره که به مصر اشاره میکنه و طبق صحبت‌های کوری بارلاک، کارگردان نسخه 2018، در مراحل اولیه توسعه قصد داشتن که بازی رو در مصر باستان بسازن و حتی در حال بررسی جدی اسطوره‌شناسی مصر بودن که در آخر سراغ دنیای نورس میان و مصر باستان کنار میره، ولی اعتقاد دارن که هنوز درهای مصر باستان بازه و هنوز میتونن به سراغش بیان. و آخرین موردی که توی بازی دیده میشه، در معبد تیر تصویر آنخ، نماد زندگی جاودانه، چشم هورس، نماد بینش و محافظت، نقشه ای از بیابان، رود نیل، نمادهایی که به وضوح مصری هستن دیده میشه. اینها موردهایی بودن که میتونن امیدی برای ما باشن که ادامه این بازی در مصر باستان و قرار فضای جدیدی رو داخل بازی تجربه کنید. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید.